السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، ما امروز در برنامه راوزنه فکر تصمیم گرفتیم که با فرهاد اودینایف یک صحبت داشته باشیم. صحبت در چی باره؟ من از فرهاد اودینایف درباره جنایتکاری پرسیدنی هستم. جنایتکاری عموما در فضای سیاسی تاجیکستان پهلوهای گوناگون دارد. یعنی جنایت اگر خودی یک سکه تنگه باشد، دو طرف دارد، در دو طرف دو نمود از خودش درک میدهد، از خودش رو وانمود میکند جنایت. یعنی بعضی جنایت های هستند که یک نفر با او دست زده اگر گمانبر دانسته شود، مجرم دانسته شود، او رو میبرند پشت پنجره زندان میکنند، فرض کردیم به یک گناه های کوچک یا اینکه تهمت. اما وقتی که یک جنایتکاری کلان به یک جنایتی کلان در یک منصبی کلان دست میزند، هیچ گپ نیست، بلکه شاید پویشانی شود. باید شاید برای آن که ماهرانه این جنایت را صادر کرد، شاید به یک منصبی بلند سزاوار شود. یعنی گروه به یک منصبی بلند میبردارند. خیلی حالت های شدگی است که جنایتکاران به جای آن که جنایت صادر کردند پشت پنجره زندان شوند، نه، پشت پنجره زندان نمی شوند، منصبشان بلند برداشته می شود و این یک نمود صادر کردن جنایت، یک نمود وفاداری هم از جانب شخصیت های اولی کشور دانسته می شود. یعنی تو اگر در کماند رهبر باشی یا در کماند رئیس جمهور باشی، تو میتوانی جنایت کنی، تو میتوانی دزدی کنی، تو میتوانی همون اطرافی که داری و همون نهادی که به تو تعلق دارد، به منصب تو تعلق دارد، همه رو خراب کنی، همه رو از خود کنی. فقط همین که دوله بالا رو بدی تو خلاص تمام. یک قسمی همین دزدیده هایت و بالا برود تو تمام. انا برای همین هم من امروز میخواستم نظری فرهاد اودینایف که یک فعال جامعه شهروندی است و در این باره فکر میکنم نظرهای خودش رو دارد، در این باره میخواستم فرهاد اودینایف نظرخوش بپرسم. حالا پیش از همه من پرسیدنی هم که آیا به همین نظری من راضی هستید یا نه؟ تشکر. سلامت باشید شوکت جان. سلام علیکم برادران بیننده های محترم. البته شما برنامه ما رو بعداً خواهید تماشا کرد، ولی تشکر به اکای شوکت که یک فضای خوب رو انتخاب کردن در این منظره زیبا درباره جنایت گپ زدن. کمی البته مشکل است، ولی به هر حال ما تلاش میکنیم با شما که با همه همین دلیل هایی که موجود هست در رسانه ها، یعنی در فضای اجتماعی هست و اون دسترس است به همه، من تلاش میکنم که با این برای شما چند نقطه را درباره جنایت یا جنایتکاران فکر خود ما البته برسانم. ببینید، یک نفر وقتی جنایت صادر میکند، فرق ندارد او جنایت میده او باشی است یا یک جنایت کلان، هر جنایتی که نباشد، هر نفری که به اون جنایتکار کمک میرساند، اون هم همدست به اون جنایتکار است و یعنی که اون هم بخشی همین جنایتکار. البته جنایت اگر جنایتی کلان باشد، اون میشود به زبان روسی میگن سوچستنیک، یعنی کمک کردن به این جنایتکار.
و حتی اگر اون نفر بداند که این نفر جنایت صادر کرده است، اونم با جنایت کلان و خبر نرساند به مقامات داخلدار، این هم می شود همون سوچست که رسوم میکنه، یعنی که دست داشتن با جنایتکار و این مجازات می شود. حتی اون نفری که نه اینکه به جنایتکار کمک کرد با هر شکلی، حتی دانست که این نفر جنایت صادر کرده است و این جنایت رو پوشاند به مقامات نرساند، به روسی ندانسته نمی شود، یعنی که اون جزا داده می شود. ما همین حالا چند نفر رو داریم همین خیلی که به خاطر همین که گویا که کدام جنایت را میدونستن و خبر ندادن، ولی به نزدیکی در رسانه شده بود، اونها را بردن زندان کردن. فکر کنم همین در همین برنامه گنرال پروکوروری که اخیران بازداشت سید جعفر عثمانزاده ربط دارد، اکثری همین بازداشت شده‌هایی که هستن بعضیشون با همین جرم اگر که جزا هم نداده باشنشون یک بازپرسی کردنشون، پرسیدنشون، همین است. این چیز وجود دارد، این دیگه پوشیده نیست. ولی اگر همین جنایت رو نگاه کنید، آیا ما در همین صحبت همین روزمون کسی رو مثال آورده میتوانیم که او به جنایت دست زده است، یا اینکه به جنایت دست زدن او را میدانستند اما به مقامات داخل او را نسپردن یا اینکه خبرش ندادن؟ بیا شوکت جان، ما در برنامه کار کنیم. ما همین برنامه را به دو قسم جدا کنیم. یکی این که جنایت یا یک چی است اصلا. همین خب یک نفر آدم میکشد، یک نفر دزدی میکند، یک نفر با فساد دست میزند، اینا همش بخش جنایتند. در تاجیکستان ما اکثر مقامدارانی که حاضر در همین حکومت کار میکنند، هر جرمی که حکومت جنایتکار دونسته میشه، یعنی که با اون جرم متهم دونسته میشه و حکومت، خب اون جنایت کراپسیونی باشه، یعنی فسادکاری، خب اون جنایتی قتل باشد، به مثل حادثه های بدخشان، به مثل این بازداشت های اخیر، اینا همش جنایتند. ولی یک نفر خودش رو میگه که من دور از این جنایت ها هستم، چون من در وزارت قدرتی کار نمیکنم، من نه در گنرال پروکوراtura کار نمیکنم، در ام وی دی کار نمیکنم، در وزارت کارهای داخله یا در کمیته امنیت ملی کار نمیکنم، این به من ربط ندارد. من برای مثال میگیریم کار میکنم در وزارت تندرستی، یک نهادی است که اصلا با نهادهای قدرتی ربطی ندارد، کسی را بازداشت نمیکند، کسی را زندان نمیکند. اون چی جنایت میتواند صادر کرد؟ سعی میکنم به اینترنت میریم، فضای اینترنتی همین در اینترنت موجود بوده حادثه ها رو، حادثه‌ای که به وزارت تندرستی ربط دارد، همونا رو نظر کنیم. برای مثال شما همین چند پیش از این پاندمیه بیرون شدیم، نه مرخص شدیم، یک پاندمی شد کرونا ویروس، تمام جهان رو فرا گرفت، کل جهان از این بیماری آسیب دیدن، عذاب کشیدن. اکثر کشورهای پیشرفته در روزهای اولی که همین کرونا ویروس پیدا شد، کووید 19، همه اعلان کردن که این کسل است. خیتای یکی از اولین هاش بود، اونها دیگر همه سرحداشون رو بستن. اکثر کشورها همین کار را کردن، کار اولی که کردن سرحداشون رو محکم کردن که دیگه وارد نشود این کسلی از خارج و از مون هم دیگه بیرون نرود، در درون بوده رو همش معالجه کردیم. تاجیکستان چی گفت؟ همگی چند کشور دیکتاتوری بود که گفتن دمو نیست، یکیش ترکمنستان بود، رد کردن گفتن کرونا ویروس نیست، دیگرش هم در تاجیکستان. نه نیست است. حتی اگر اکادمی علم های تاجیکستان یک افسانه های گفت که تاجیکستان ما یک کشوری هواش گرم است، این کووید 19 این گذرد میمیرد، گفتن خب این ویروس دیگه به ما نمیآید، گفتن خیلی ورسی ها هم پیدا شد. ولی این بسیار خنده‌آور است، نه؟ وظیفه این کاری وزارت تندرستی است. آیا وزارت تندرستی توانست سر راهی همین پاندمی رو بگیرد و توانست شهروندان تاجیکستان رو با شکل لازمی توبت کند؟ ما
اون سر و صداهایی که با اویله رحمانوف ربط داشت اون رو کنار میگذاریم، چون ما فهمیدیم که در همین وزیری تندرستی را کدام خیش تباری رحمانوف به خاطر که مادرش از نتونستن مادرش توبت کنن لطکوب کردن فلان این چیزا رو میمونیم. ما میگذاریم بر رسمیات که وزارت تندرستی در این مسئله کی از همه در مسئله پاندمی بیشتر در فضای مجازی در رسانه ها فعال بود. معاون وزیر تندرستی سیده عمرزاده، من همین روز اینترنت رو سعی کردم از همه بسیار در این باره سیده عمرزاده پروفسور کافدرای انکولوژی دانشگاه طبی تاجیکستان معاون وزیر تندرستی خیلی فعال بودن. یعنی همون نفر یکم مسئله داره؟ فکر کنم از معاونی گرفتن اون نفره. رسالتش با آخرش شاید دیگر خیلی، ولی در همین چند من وقتی که همین نام سیده عمرزاده رو میزنیم در اینترنت، چون ببینید همین وقتی که میزنید چی مقاله که چی در فضای در رسانه ها چی مقالات چاپ شده است از نام سیده عمرزاده هست و چی اینترویو داده هست، یعنی که در نشست های مطبوعاتی وزارت تندرستی اشتراک کرده است. از خودش درک داده باشد در اونجا فساد. من یک چیزی عجایب رو در همین یک نام پیدا کردم، خیلی عجیب است، خیلی واقعا فعال بوده است در همین فضای رسانه ها. وزارت تندرستی در مسئله کووید 19 روز 21 ینور از پخش امور بیماری خودداری میکرد. نمیگفت تو 21 ینور گویا که در تاجیکستان کووید 19 نباشه. 2021 اما که پاندمی پیدا شد 2020 پیدا شد. خب یک سال گذشته است؟ نه یک سال کمتر، چند ماه همگی 4 ماه 5 ماه گذشته است. کشورهای پیش همین تابستان شروع شد کووید 19 از طرف اوجش همین ماه دکبر بود. ماه دکبر تمام کشورهای جهان دراش بسته بود، سرحدها بسته بود مجلس تاجیکستان. حتی ما در تو ماه مارت ما نوروزی گذروندیم. مارت 2021 نوروزی در اوج کرونا ویروس، یعنی که ببین خودشون اقرار شدن که همین کرونا ویروس مرده شدن از کرونا ویروس نیست، کرونا ویروس نیست، دست نمیکشن، دیق نفس هر بهانه ها این بله این دیگر کسل ها رو میانن که این به این ربط دارد به اون ربط دارد چی. بالاخره بعد نوروزی یک باره، چون نوروزی کلان بود در خوجند گذشت اگر یادتان باشد، همه میگفتن که توصیه میدادن که نکنید. ولی تاجیکستان نوروزی را گذراند، رحمانوف رفت با تیمش رقص و بازی کردن. خب مثل هر وقت رقص باشد و موسیقی باشد و خرسندی باشد گذراندن، ولی بعد مردم شروع شد از فوت از این کرونا ویروس. یک بار زیاد شد، تمام بیمارخانه ها پر از بیماری بود. اگر یادتون باشد حکومت تماما فلج شد، یگام نفری نمیافته که ژورنالیست ها یگام نفری نمیافتن که به سوال اونها جواب بدن. آیا معاون وزیر یا وزارت تندرستی نمیدونست که این کسل هست؟ البته که میدونست. هر نفری که از کرونا ویروس فوتید یا بیمار شد و سلامتیش از دست داد، وزارت تندرستی در این جوابگر است. چرا که اونا میتونستن که همین نوروزی رو نگذرونن، منع کنن. وزارت تندرستی توصیه کرد که نوروز گذرونده نشود. اقلا میگفتن مردم که جمع نشوید، در جای جمعیتی جمع نشوید. خب همه همین کارهایی که توصیه هایی که وز داد، یعنی всемирный здравоохранительная организация ба тоҷикӣ шояд шумо хубтар ёфта бинандаҳо фаҳмонед, тавсия дод ҳамаи онро риоя кардан. дар ҷои ҷамъ нашидан, бо маск гаштан, дастҳоро ҳама вақт бо дезинфексия кардан, ҳама инро тавсия кардан, вале дар Тоҷикистон аз ин худдорӣ мекардан. بعد یکی از هم
اونی که کشورهای دیگر از همه اول شروع کردن همین ایمی کردن، واکسینه زدن که تاجیکستان خیلی دیر کرد برای واکسینه زدن. مثلا اگر ما همین واکسینو رو خب تاجیکستان اگر شرایط خریدن هم که نداشت، همه خریدن حرکت کردن تاجیکستان بله. صدقه شدن طلا منتظر ایستاد که کی کجا یک صدقه میکنن. بله اگر فوندهای خیریوی به تاجیکستان وارد میکنن که اون رو نیست که بخره برای سلامتی. بله باز همون هم اگر چند داروواری و امیایی که اومدن تاجیکستان، واکسینایی که اومدن اونو همش از حساب فوندهای خیریوی بود، از حساب کشورهای همسایه بود، از مثل آمریکا کمک کرد، یک قسمتا ترکیه کمک کرد، قسمتا دیگه کشورها کمک کردن. تاجیکستان چیکار کرد؟ اونا از نام خانواده رحمونوف یا که دامودا شرکت فراز اونا تقسیم کرد. بعد اگر همون ماشین‌ها رو قطاره ماشینایی که به خوجان رفتن اگر دیده باشید در همش صورت‌های پیشوای ملت و فلان و بیمدان، یعنی که گذاشتن بر رکلامه باز خودشون حکومت گویا که دیگه همینا هستن که همین کار رو میکنن. به خاطر همین این جوابگی چی است؟ وزارت تندرستی دست دارد و از همه فعال در همین سمت من در رسانه‌ها وقتی میبینم سیده عمرزاده است. یعنی که این یکی از چون همسون وزیر تندرستی شما میخواهید نمیخواهید معاون وزیر تندرستی شما در این جنایت ها دست دارید و شما جوابگر هستید برای این. شما پیش مردم باید جواب که اینا همش باید با جذابگری کشیده میشدن ولی متاسفانه نشد. درست بله. جاهایی که مردم بسیار انبوه زیادی آدمان جمع بشوند پیشگیری کردن نشد و فکر میکنم او فرمان رو اجرا کرد. دم تا بگیر بیست مردم مرده رفتن گرفت. ده ها نخبگان ملت، شخصانی فرهیخته ملت در این کرونا ویروس جان را از دست دادن. ده ها پروفسور، دکتر علم، کارمندان و عالمان، اونان شخصان خیلی برجسته ملت در این کرونا ویروس وفات کردن. گویا اینکه در همین تاجیکستان به نظر می رسید که کرونا ویروس محض عالمان ملت، دانشمندان ملت و شخصانی باسواد ملت رو کرونا ویروس وجود دارد. خیلی عجیب است. ولی ببینید اگر که جدی اگر بگیم ببینید وزارت تندرستی بالاخره یک امور را برای مردم پیشنهاد کرد سال 2022 الکی ینوری سال 2022 از سال 2021 کرونا ویروس شروع شده است از اولش از آخری 2020 هم که باشد شروع شده است و ماه 24 ینوری 2022 اگر رادیو آزادی را بخونیم رسما وزارت تندرستی تصدیق کرد که از کرونا ویروس در تاجیکستان 17180 نفر جان باختن، یعنی گذشتن از دنیا. 124 کس بیمار شدن، 124 نفر جان باخت، یعنی 17180 نفر بیمار شده است و 124 نفر گذشته. همین امور با کجا راست میاد؟ ما هم در همین زمان پاندمی که گذشت خب زندگی کردیم نه؟ در کشورهای همسایه کشورهای ما میلیون ها آدمو بیمار شدن. خب در بعضی در خطای حداقل 1 میلیارد آدم بیمار شد از این بیماری. خب قسمت درگذشتن ولی ما میگیم که در تاجیکستان هم 17000 نفر آدم بیمار شد، یعنی گرفتار به این بیمار شدن. یعنی یک چیز پاندمی باشد. من خوب یاد دارم در همون شب و روز فرض کنید در این دهه‌ای که من کلان شدم آدمی که کسل نشده باشد نبود، فقط همین دهه ما شاید که همین 17000 زیاد کسل شده باشد. ولی با نظر داشت همین تاجیکستان یک امورهای غلط رو پیشنهاد میکنه به مردم، میگه که خواهید همین نخواهید این دیگر امور همین است. یعنی اینا همش جنایتن، اینا همش جنایت. باز پیش راهی رسانه‌ای شدنی امور رو گرفتن. 100% هر کسی که در این باره گپ زد اونو خب جزا هم داده شدن. خب این یک چیزی هست که دیگه ربط به کدام کاری
شخصی ربط ندارد. این دیگه یا وزارت است، حکومت است. خب دیگه اونجا پیگیری می شود، نه کدام به نفع حکومت است، کدام خبر نه. جنایتی ساده نیست. یعنی یک نفر رو کشتی فلان سال پشت پنجره زندان میشی. این جنایت با کشتن دادنی یعنی ملت است. ملت است. بله. یعنی با کشتن دادنی هزارها نفر است. میتونست در این مثلا گریم سهلنگوری خیلی هزار نفر رو از دست بدهیم. اگر تاجیکستان زیر فشار سازمان‌های بین‌المللی، زیر فشار جامعه شهروندی قرار نمیگرفت و حالا هم همون افسانه‌های خودش رو گفتن میگرفت و یکی آسما شده مرده است، یکی سلفه شده مرده است، یکی مثلا گریپ شده مرده است، این کرونا ویروس نیست، این خیلی ها دوام میافت، خیلی هزار نفر رو ما از دست میدادیم و گفتن است. من با شما موافقم که این جنایتی است که یعنی ملت رو به کشتن دادن است. پس هیچ کس جزا نگرفت. بله. گذاریم مکو دیگر در این مسئله پاندمی بسیاری بد نیستیم. بگذاریم از این. اینم از رسانه ها اون چیزی که رسانه ای هست. من حالی دلیل هایی که میاره فقط اون چیزی که ما از رسانه گرفتیم. من خیلی متاسف شدم که خواستم بسیار همین مسئله ایستاده گذاریم. پس باز همین گونه مثال وجود دارد. من در مسئله همین یک کارمندی حکومت مثلا همین معلمه خیلی یک همچون شخصیت، اگر شخصیت خودشون بگیریم، واقعا معلمه پروفسوری علم‌های طبی است. خب پروفسور است، اون دکتری حفظ کرده است، خیلی آدم باسواد است. خب در ساحه خودشون که انکولوژی است ده ها کارهای علمی انجام داده است و خیلی متخصص خوب هستند. در همه جامعه چنین شخصیت ها لازم است. بود مخصوصا در تاجیکستان ما که خودش در همین خیلی ما از همین طبیبان متخصصان خوب تنقیسی میکشیم، ولی ببینید به همون چیزی که بر کسب خودشون دارد، انکولوژی. معلومات در یکی از نشست‌های خبری درباره یک نفر با نام حمزه تیلوزاده، حمزه تیلوزاده 4 ساله نبیره محیدین کبیری است. خب در نشست خبری از اون سوال میکنن که چرا حمزه تیلوزاده را اجازه همین معلم است. ولی من حالی چیزی که نامشون رو نوشتم از اینترنت پیدا شده است. من حالی نرفتم دنبال جنایت‌هایی که گفته بودین میمرد در اینجا. بله، همون نفری که گفته بود بردن شهر نه به خارج. بله، همین در نشست خبری میگه که حمزه تیلوزاده یا ابراهیم تیلوزاده 4 ساله بیماریش در سطح چهارم استادی است. این دیگر توبت نشونده است و در خارج بودن معنی ندارد. یعنی جنایتی که حکومت مرگش رو انتظار شد، یعنی که این دیگه توبت نمی شود. شما بیستید که میمیرد، در حالی که جنایت صادر شده است از طرف حکومت این کودک با مادرش گروگان گرفته است، اجازه نمیتین که خارج بروند به توبت. خب فقط به خاطری که نبیره رئیس یک حزب سیاسی مخالف است و خب بابایش و پدرش هم نمیدونم با کدام جنایت‌های مجری هستند، به خاطر همین اون را اجازه نمیتن بیرون برود. خب دیگر حجتاش نمیتین فلان و بیمدان با هر بهانه‌ای و میاد یک نفر که انکولوگ است و خوب نقض میداند که در شرایط تاجیکستان اگر توبت نشود در خارج توبت میشود. این هیچ مشکلی ندارد. ما همین توبت انکولوژی مثال باروهای شیمیایی و غیره ها در کشورهای مثل ترکیه و آلمان که مقرر داریم خیلی پیشرفته است. در همین مثال همین کودک بیگناه که همین کودک 4 ساله حمزه همه مشاهد هستیم که حمزه را بعد اون آوردن ترکیه. وقتی که بعد که اجازه دادن اونم با فشار زیادی سازمان‌های بین‌المللی و اون فلش موب اون کارهایی که انجام داده شد شهروندان طلب کردن که خب اجازه بدید که کودک برود. دیگه خیلی در رسانه ها مادرش گفته بود گیره کرد که خب اجازه بدید که بریم بچه ما توبت کنم. خب بعدی که برآمد آوردنش در ترکیه اونا جراحی کردن.
خب صحت یافت. صحت یافت، حال خوب است، مکتب میرود. من کدام روز رفته خبر گرفته بودم شه خیلی سلامتیش خوب است، یعنی از کودک عادی اصلا هیچ فرق ندارد. فقط اونه که همون کمی اگر او رو در تاجیکستان می داشتن حتما حتما که میگذاشت، چون نابود می‌شد. کسلی جدی است، اون آدم به مرگ میرسوند، چه رسد به یک کودک خردسال. خب این جنایت هایی که ببینید وزارت تندرستی که وظیفه‌اش تندرست کردن ملت 100% است، توبت کردن تبابت کردن ملت است. او برعکس آماده کنیم. است که یک نفر به همین بیماری دردکشان 100% برعکس کنیم. حتی کودک نالیده بمیرد. 100%. با او مثلا گریم مرد از زن فرق میکند، یک کمتر قلب مرد یک نسبت زن سنگینتر میشود. او زن مادر است، بله در پیش چشمت مثلا گریم یک فرزند نالیش کند، بله حالت مادر چخیل میشود، برابری فرزند درد میکشد. اما یک زن تا این حد دل سنگ آماده است که یک فرزند در پیش چشم مادرش نالیش کرده درد کشیده بمیرد، اما آماده نیست که به او کمک کند که او خارج از کشور شود و رود تبابت کند. واقعا خیلی متاثر است و این جنایت به سوال جواب میماند. این جنایت مثلا گریم جوابگر ندارد. بله درست. یعنی یک شهر بی دروازه، یک مثلا گریم یک کلون جنایتکاران در راس حکومت آمدن 100%. و ملت کشی میکنن. این مثلا گریم حالا حمزه تلوزاده بود. حمزه تلوزاده مثلا نبیره محیدین کبیری نبیره یک شخصی شناخته شده است. بله او بله میتواند رسانه ها رو مثلا گریم گپ زند، او میتواند سازمان های بین المللی رو گپ زند، او میتواند به تمام جهان مثال گریم صدایش رو برساند. او این کار رو کرده میتواند مثلا گریم یک شخصی شناخته شده است. اما با یک شخص شناخته شده این گونه مناسبت کردن و در تاجیکستان آیا مثلا گریم باید از احتمال دور نباشد که هزارها هزار نفر در این حالت هستند، در پیش چشم مادرانشان کودکان نالیده از درد میمیرند، اما کسی پروای این رو ندارد. واقعا خیلی یک جنایتی چی است، وحشت آور است واقعا. اما حالا این در ساحه تندرستی گپ زدیم، در ساحه تندرستی که او ساحه تندرستی وظیفهش این است که حتی به یک نفری که در حالت مرگ است این امید رو بدهد که زنده میماند. وظیفه ساحه تندرستی این است، باید این امید به او داده شود که او زنده میماند. اکنون حال در این نهادهای انتظامی و امنیتی چی باشد؟ ببینید شوکت جان، حالا ما همین اگر در مسائل یک کارمند حکومتی گپ زنیم میشود بگیم که با وزارت تندرستی با فساد و قرب ندارد، چون وزارت تندرستی است اونجا. خب چه میتواند فساد باشد؟ شما چی فکر دارید؟ آیا میتواند وزارت معاون وزیر تندرستی سعید عمرزاده حاجت گپ نیست. نه ببینید من مسئله فساد برای چی میکنم؟ ببینید شوکت جان، وقتی که ما درباره یک کارمند حکومت گپ میزنیم امکان ندارد که یک کارمند حکومت در تاجیکستان به فساد دست نداشته باشد. برای من چون جنایت‌های شخصی انجام میتیان به یک نفر ربط دارد که در عموم ربط دارد، اون جنایت صادر شده خیلی وزمین است، ولی فساد جزئی جنایت اساسی کارمندان حکومت تاجیکستان شده است. دیگه از اولیه رحمان سر کرده با تمام کارمندان حکومت به فساد دست دارند و معلم هم استثنا نیستند. معلم در حالی که خیلی آدمی با سواد هستند و خیلی در فسادی که خانواده رحمانوف میورد اینو میکنن، اونا روی پوش میکنن. برای مثال در اینترنت اگر شما من همین سایل کردم چند پیش سعید عمرزاده معاون وقتینه وزیر تندرستی تاجیکستان گفت صفت فرما در سمت تامینات اهالی با داروی خوش صفت در
در پیشرفت ساحه‌های دارو و داروفروشی کشور نقشی نظررس دارد. صاحبش رو میدونه؟ اصیل زاده آخر. بله دیگه اینو پروینه بودن؟ بله دختر پروینه رحمان و دختر رئیس جمهور. فیرمایی که حالا تمام محصولات داروباری که و تاجیکستان وارد می شود یا استحصال می شود منوپول کرده است. خب آیا این دست داشته این روی پوش کردن فساد نیست؟ آیا این دست داشتن به فساد نیست؟ مستقیما به فساد دست دارن و این فقط تنها یک فیلم نیست، یک فیلم پروینه نیست رحمان و در همین بد همین قدر به کرونا ویروس برگردیم. حالا شما اشاره کردید سازمان‌های بین‌المللی کشورها به تاجیکستان چی فرستادن؟ داروواری فرستادن، کمک فرستادن تا اینکه به مردم تقسیم کرده داده شود. بله. اینها رو به پیشونی ماشین ها رسمی کیرو زدن، پرزیدنت رو زدن. بله. و گفتن که کمک رستم امامعلی به مردم خوجند و مردم فلان رایون و فلان ناحیه. وقتی که ما در پیام تیوی اون رو رسانه‌ای کرده بودیم، حالا در همین شبکه یوتیوبی پیام تیوی وجود دارد، دوستان میتوانند که او رو پیدا کرده تماشا کنند. وقتی کمک میبیاید کارتون ها رو میکشویند، در بالاش نوشته شدگی است که این کمک از فلان کشور به مردمی تاجیکستان. در مغازه ها میروند خریدنی میشوند، نوشته شدگی است این کمک به مردمی تاجیکستان، فروختنش منع است. یگان جوابگر نیافتیم این جنایت. بیاید رفتیم دوامش. شرکت دیگری خانواده رحمانوف، شرکت فراز، همه میدونن از شرکت داماد. البته مالک اساسی این کشور این شرکت رو مناقض میدونن که عمر علی قوت بود. خدا بیامرزد شهید عمر علی قوت رو. اونو این شرکت تأسیس دادن. خب شرکت وقتی شرکتی بوی شد دیگر این شمس‌الله صاحبوف شرکت را از دست عمر علی قوت گرفت و حالا دیگر شرکت از شمس‌الله صاحبوف است. این هم یکی از دامادای رئیس جمهور. و شرکت فراز به وزارت تندرستی چه ربط دارد؟ یک شرکت شخصی است. اگر بگیریم کسی فکر کند که نه چی ربطی ندارد، چی دخل دارد، یک شرکت خصوصی است، نمیدونم با تجارت و با چیزا مشغول است. ولی وقتی اگر کمی نظر میکنیم ببینید جدم فراز در تجدید و تامین لابراتوری های شهر و ناحیه ها با تجهیزات های نو ضروری و این چنین علاوه پولی دادن به کارمندان آزمایشگاه همکاری ادامه دارد. ادامه داده ایستاده است. همکاری با بخش خصوصی برای صرفه مبلغ‌های دولتی استفاده می شود. افزود سعیده عمرزاده. این از رستوران به ما هم میرسه. بله این من همین به خاطر همین این جمله رو در اینجا خواندم که یعنی که معاون وزیر تندرستی میگه که شرکت فراز درست است که تمام لابراتوری های کشور رو با تجهیزات ها تامین میکند. یعنی این رو همیشه رایگان نمیکند، نه از خارج این لابراتوار خریده می شود، به داخل تاجیکستان وارد می شود با اجازه پارلمان تاجیکستان و با اجازه حکومت تاجیکستان. اینا همش به شرکت فراز اجازه داده شده است که اینا همش با باج و خراج گمرکی، یعنی که باج خراج نمیسپارد، یگان خیلی باج نمیسپارد، به یگان باج وارد میکند به تاجیکستان و با یک نرخ‌های هنگفت به وزارت تندرستی میفروشد و در تأمینات همکاریشون با اون بوده است که به کارمندان اونو علاوه پولی میداده است. یعنی در کدام اساس شما کارکنی دولتی لابراتوری هم از دولتی است، وزارت از بودجه شما معاش میگیرید، چرا با یک شرکتی که علاوه پولی برای شما میده؟ این دیگه معلوم است که این سخیمه های رسمی کروپسیونی است که وزارت تندرستی بله وزارت تندرستی دست دارد. یعنی که با در فساد همکاری میکنند همه در دیگه مکیدن خونی مردم همکاری میکنند.
پوشیدن است چی اولی در تاجیکستان اگر چی سندی از وزارت تندرستی لازم باشد شما بگیرید برای مکتب بچه ها وقتی صنف یک میروند از وزارت تندرستی از پلیکلینیک از کجا نمیشه باید که یک سند بیارن سپرافکا میگه میشه اون سپرافکا وقتی شما میگیره بعد میره در شرکت فراز یک مبلغ معین 70 سومونی بود در اولی که این رو تاسیس داده بودن حالا شاید قیمت شده باشد نمیدونم جام پلاس میسپریدید این میره به بودجه فراز بعد اون رو میوردی شما میده بعد کودک شما رو به مکتب میگرفتن در با قیدگیری ترانسپورت همین چیز وجود دارد شرکت فراز در همه بخش وجود دارد این چی معنی دارد یعنی که اویله رحمانوف دومادوی رحمانوف دخترای رحمانوف همین تاجیکستان رو یک شرکت خصوصی کردن اونها رو همه بخش ها رو بین خود تقسیم کردن مثل معلمه سعیده مرزاده اینها چیکار میکنن با اونها کمک میکنن که اونها از کیسه مردم میلیون ها شاید میلیارد ها دیگه سومونی نیست دیگه به دلار است بدزدن و ببرن به امو شادهای افشاری خودشون در خارج بگذارن این جمع جنایت های هستند که کارمندان حکومت با اینا مستقیم ربط دارن حالا من برای شما در این مثال یک نفر که اینم حالا شاید که کمترین یک وظیفه داری که در فساد و در جنایت هایی که حکومت صادر میکند ربط دارد مثال آوردم اگر ما واقعا بگیریم اگر که برای مثال وزارت کارهای داخلی که کمیته دولتی امنیت ملی همین مسئله جنایت و بی‌جزایی در تاجیکستان برنامه ها هست جنایت و جزا میگویند یا بعضی چیزهای وایما میکنند کدام دوست به دست افتاده است کدام قلاب به دست افتاده است وایما دادم ما برای چی همین روز خواستم درباره همین جنایت و جزا گپ زنم برای اینکه یادتون باشد کدام روز هم بچه حکومت سابق رهبری راهی آهنی تاجیکستان بله همین بیچاره کی ها باز بیچاره نه یک بندیت تیار کی ها باز همین گاه میباید خمارش میگیرد در راسی خبر رسانه ها قرار میگیرد با یک نامی نیک نه این زده است با ماشین کشته است با این مثلا گریم رزبور کرده است فلان رستوران ویرون ولنگار شده است همین خیلی بانگ زدن زنوزنی کردن فقط همین خیلی است یا که در راه میزنن میکشن در گونکه کدام بیچاره بچه کدام قمقل مرده میرود این کس یکی گم میشوند بعد مردم فراموش میکنند یکی باز در راسی رسانه ها قرار میگیرن قهرمان باز چیکاره قهرمان در ناخونک قهرمان در ناخونک باز چی بلای به سر میلاد آوردگی این خیلی ها چند نفر همین چند روز پیش یک دلاور گلوف باز رسانه چند بار شد رسانه چند بار شد اینها در راس رسانه ها قرار میگیرن همین فقط خبرش رو میشنویم که در راس رسانه ها قرار گرفتن پلیس دعوت کرده است اما هیچ نمیشه اینو اخرا هیچ کس نمیگه اینو زندان شدن این هیچ کس نمیگوید اینها به جوابگری کشیده شدن بعضی وقت جریمه میکنن جریمه آخر اونها سوم دارن مثلا حکومت کی ها چی شده بود رسانه‌ای شده بود که چند هزار دلار چی میگیرد نفقه یک ماهینه حکومت سابق رئیس راهی آهنی تاجیکستان شاید نفقه 1000 نفر نفقه خور باشد نفقه یک ماهینه‌اش شاید نفقه 1000 نفقه خوری تاجیکستان باشد از نوعی خمیف فتیردی همین جریمه ها بله اونها میدونن خیر یک جریمه میکنیم خیر جوابش میتیم بله برای چی اونها در بین خود این خیلی سازش دارن حالا این نفره که شما نام میگیرید نزدیک به اویله نیستن مثلا ببینید اونا دادری نمیدونم اگر دلاور بگیریم دادری اشرف گلوفون داماد پرزیدنت دادرش هست یا قدای رحمانوف و پسرش
یا که پسری حکومت هم که بگیریم خب دیگر خدای اکایش است اونی که از دنیا گذشته است اکای رحمانوف خودش است خب نه اینها یک جریمه میشوند اینا رسانه‌ای میشن ولی اونایی که با نزدیکتر هستن و جنایت صادر میکنن اونها جنایت‌های علاقه بزرگ صادر اونا می‌کنن. اصلا نامشون در یگم جا نمیبره یگم رسانه ها حتی غیرت نمیکنن که در این باره بنویسند و همون چیزایی که اجازه میشود براشون نوشتن و نوشته میشه ببینم اون فرزند حکومت وقتی که با ماشین زد چند نفر 2 نفر کشته شد چند نفر دیگه در بیمارخانه وزنین بدن همه 120 سومون جریمه شدن یعنی که هیچی یعنی قدر انسان در تاجیکستان قدر یک شهروندی عادی هیچ قدر ندارد یعنی مرد همین قدر قدرش است که 120 تومان ارزش داره. بله چون اون کودک بود حالا با شهادتنامه رانندگی داشت نداشت و هیچی معلوم نیست ولی خب این یک مشکلات هایی هست که در تاجیکستان ما دیده می شود حتی همین اگر به جنایت های کارمندان حفظ حقوق اگر بگردیم کارمندان حفظ حقوق همین در تاجیکستان ما همه روزه صدها جنایت صادر میکنن همه روزه این نه که یک بار یا 2 روز یا که در یک سال یک بار فقط ما کدام هاشو میبینیم همونایی که رسانه‌ای میشوند مثلا یک که میبره نام یک نفر به خاطر که یک نفر مثال اونا رسانه‌ای میکنه یک تا اسمت زاده بود مثال اشرف اسمت زاده بود استم زاده یا اسمت زاده یا همونه که خواهر شورتی رحمت الله رو چیکار بله دختر رحمت الله رجب نیلوفر خواهر نیلوفر وقتی که در اون وقت رئیس شعبه میلیسه سینا 2 بود خب خودش در جنایت دست دارد خودش در شکنجه دست دارد خودش تهدید به تجاوز کردگی است بله این جنایت فقط یک جنایتش بود همین بود تمام همون جنایتش که رسانه‌ای شد تو این یگم جنایت رسانه نشد تا این شده بود در اسفره سال 2013 وقتی که کی کشته شده بود امید جان در همون شب و روز همین استمزاده در اسفره امید جان اعضای حزب نهضت بله. اپوزیسیون که از اوشونی دویم گویا پرت دست و پا شکست یک بار هم مجاش و اونم بود در بیمارخانه در بیمارخانه زندان همینطور گفته گذاریم که چندین نفر از اوشونه های دویم سیوم قرارگاه های پلیسی تاجیکستان میافتند میمیرند دست و پایشون میشکند و در نتیجه همین افتادن ها میمیرند چه پلیس بوده است که در پیش تو سوال جواب رفته ایستاده است او از آشیانه دویم و سوم افتاده میمرده است بله یا خودش میپرتافته است چی بود است بله این هم از چی میگه این از میگه که جنایت های سنگین صادر میشه در وزارت اگر ما همین اینترنت اگر حالی همون چیزی که رسانه‌ای کردند اگر ما پیگیری کنیم سالانه صدها شکنجه و کشتارها در داخل زندان ها و در داخل شعبه های کارهای داخلی انجام داده می شود ولی اونها همش رسانه‌ای نمی شود یک جزئی کمی اونها رسانه‌ای می شود به خاطر همین جنایت ها از طرف حکومت خیلی زیاد صادر داده می شود اونو کسی جزا نمی شود ولی یک نفر اگر همین برنامه های وکیدر که در تلویزیون نمایش میتین اونو ببینید فقط بازداشت می شوند اوباش کدومی نمیدونم با ماشین خودش راننده ای که 2 راننده یک نفر دشنام داده است اون رو میبینی که بعد چند ساعت بازداشت میکنن میورن دیگه پیش کامera اون توبه میکند و اون رو میبینی که پشت ریشوتکه پنجره است حرکت جریمهش کردن ولی جنایت های سنگین انجام داده میشود کسی اون رو حتی بررسی نمیکند یعنی تو شریک جنایتکاری کلان باشی اگر او جنایتکاری کلان که تمام حکومت در دستش است تو میتوانی جنایت‌هایت رو ادامه میدهی یعنی شریک سیر و اسرار باشی ما برای اون تو رو از منصبت دور نمیکنن از این جنایتکاریت دور نمیکنن که تو جنایتکاری بزرگ را جنایت‌هایش رو میدونی سیر اسرارش رو میدونی و بعد فوش میکنی اگه دور میشی به شرطی که یا کشته میشوی یا زندان میشوی انا برای همین
حالا همین شب روزها ده‌ها نفر که در گرد و اطراف رئیس جمهور بودن، چند سیر و اسرارش رو شاید میدونستن، مثل همراخان ظریفی بله. سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پشت پنجره زندان، سید جعفر عثمانزاده که در همه حالتها بلیلشیکی امام علی رحمان بود، بله. با حزب مخالف داشت. حزب مخالف جانبداری مخالف خودش، اگیتاتور یا اینکه تبلیغگری حزب مخالف خودش. برای چی؟ برای آنکه رئیس وی حزب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. بله. و این نفر رو خودش آورده موندگی است. حالا بعضی چیزها رو بعضی نه بعضی خبرها به من اومده رسیدگی است که سید جعفر عثمانزاده در بازداشت است. این نفرهایی که قبلا برده ایستادند، مثلا گریم شکر جان حکیم و دیگران رو برده ایستادند، سید جعفر عثمانزاده میگفت است که فلان وقت مصلحت کرده بودیم که مسئله پریورود رو، مسئله تبادلات رو مصلحت کرده بودیم که اکنون اینهایی که بازداشت شده برده به سید جعفر عثمانزاده روبرو شده ایستادند، مرد شوند و گن که نه من به تو این گپ رو نگفته بودم. از کجا میگه؟ میگفت است فلان وقت شش تیم خطی همراه صحبت کرده بودیم که هر یک نفری بازداشت کرده برده ایستادگی رو سید جعفر همین خیل در اوچنه استاف چی میگن در روبرو کنی همین خیل گفته ایستاده بوده است. من شش تیم تبادلات مصلحت کرده بودیم که همراهان ظریفی، اکبرشاه اسکندر و من شاکر جان حکیم و چندین نفرای بازداشت شدگی همین خیل گفته شده است. حالا میشنوم که مثلا گریم اگر فهمیده باشید محمد سعید عبیداللهیف رو همین خیل بردگی هستند و همین تا حالا صحبت رو ادامه میدهیم. ببین شوکت جان، بیاید ما با برنامه خیلی طولانی شد. نه حالا یک دقیقه. فکری من این است که باش یک سوال من اول شما جواب میگید که چرا امروز جنایتکاران بزرگ که در رأس یک حکومت ایستاده اند و جنایت ها را صادر میکنند به جواب میمونند، در حالی که اگر همون چی بود و شهباز رجب زاده بود چی بود بدل زدگی از دربارش گپ زدن، دربارش گپ نمیزنیم، لیکن یک سخنی رئیس جمهور را مثال میبرم، همین دربارش گپ میزنیم، بعد برنامه رو تمام میکنیم. در همون جا وقتی که وی گفت که حیفا که جوانی اگر نه 15 سال پشت پنجره زندان میرفتی، آخر صدها جوان مثلا با تهمت پشت پنجره زندان رفتن با امر امام علی رحمان. در خاروخ 50-60 نفر 100 جوان با امر امام علی رحمان کشته شدن. مثلا بیگناه کشته شدن. اما در اونجا به همونجا نشستگی عملدارها مراجعت کرده، امام علی رحمان گفته بود که همتون پرونده تون روی میز من قرار دارد، من همه تو چیکار میکنی میدونم، همه تو با کدوم جنایت دست میزنی میدونم. همین خیلی گفته بود یا نه؟ بله. پس این مضمون اون رو ندارد که امام علی رحمان با جنایتکاران همکاری میکنه، با جنایتکاران کار میکند. نه این معنی رو ندارد. این معنی رو نداره که اولش که دیگران با جنایتکار اساسی همکاری میکنن. این دیگران جنایتکار نیستن، رحمان فقط جنایتکار و دیگران با رحمان میکنن همکاری. ببین سال 2012 اینم حال همین شب و روز 10 سال میشود از گذشتن حادثه های خاروخ. اونی که در خاروخ 10 سال پیش در خاروخ 24 نفر شهروند تاجیکستان، یکی از نفران بهترین ملت رو در بدخشان کشتن. در اون سبزعلی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت مختلف ترور کشته شد. خب کسی تحقیقات گذروندک؟ نه. امام نظرов در خانه خودش بیمار بود، کسل بود، اون کس گشت و گذار کرده نمیتونست، برای نیپدریج کسلی که بیماری که از جاش خسته نمیتونه، گشته نمیتونه، اون دست یراق گرفته نمیتونه، در خانه خودش کشته شد.
کی کشت امام نظر را؟ کی یگام این کس این جنایت صادر شده را تحقیق کرد؟ مفتشش کی بود این جنایت را؟ آیا پروکراتور گنرالی تحقیقات بود؟ کمیته امنیت ملی تحقیقات بود؟ کی تحقیقات بود؟ هیچ کی یگام چی نکرد، چون اونجا آدم کشته شد، 24 نفر آدم ملکی کشته شد. اونجا در بین اونو زن هم بود، مستفید هم بود. کی این جنایت ها رو باید که تفتیشات میبرد؟ چرا تفتیشات انجام داده نشد؟ چرا به مردم فهمانده نشد که این نفرانی که کشته شدن کی بودن و برای چی کشته شدن؟ خب اگر برای مثال کسی از اونها جنایت صادر کرد، باید گفته میشد که اینا فلان جنایت صادر کردن، به خاطر همین در عملیات مخصوص کشته شدن. چرا همین هم گفته نشد؟ اقلا همون ورسی دولتی که هست وجود باید باشد، البته که وجود دارد گوجایی، چرا اونا به مردم گفته نمیشود؟ این همش جنایت های است که مستقیما با فرمان رحمانوف انجام داده میشوند. یعنی جنایتکار اساسی خود رحمانوف است. من در اینجا فراموش نکنم شوکت جان، من میخوام یک خطاب به مفتشانی که همین پرونده ها در دستشون است و میبرند. برای مثال همین حوزه پرونده مفتشان هم جنایتکار، البته که جنایتکارن، گفت خودشون روی آورده، گفت همه مقامداران در اونجا نشسته بودن، گفت که بله جنایت هر یک تمام میدونم روی پرونده همه در دست من هست، روی میزم قرار دارد. بله. یکی از همین من خطاب من با مفتشی شاکر جان حکیموف است. یاد از مفتشی زید سیدوف یادتون نرود. مفتشی زید سیدوف البته پرونده زید سیف در سود اون بوی داده است، فقط به خاطر که باختک نتوانست در سود доказательства پیشنهاد کند که زید سیدوف با کدام دختری را تجاوز کرده، چون همه نمون پیشنهادایی که به سود پیشنهاد کردن رد شد. وقتی که ما تحقیق کردیم در مسکو بیوپاپا گذراندیم، یعنی که تحقیقات بیولوژی دینک کردیم، تشخیص دینک کردیم، از اون کودک با زید سیدوف اصلا 99.9% بودن اینو خش تبار نیستن، ولی همون تشخیص اونها ساخته خودشون بردن در سود پیشنهاد کردن که ما اصلش اوریجینالش ما وقتی پیشنهاد کردیم سود اون رد کرد. یعنی با همون جنایت هایی که نسبت زید سیدوف صادر کرد، بعد چند با چی دستگیرش کردن؟ با که در خونهش از ته خونهش طلا یافتن، سیلیتکای طلا رو اگر دیده باشید یادتون باشد صدها هزار دلار یافتن، شاید میلیون‌ها زیاد بود. یعنی که اینا همشون جنایتکارن. اون مفتشان شاکر جان حکیموف هم بدونن که شما مثل همون مفتش زید سیدوف زندانی میشید روزی. اون دیگه به دست خود رحمانوف شما زندانی میشید، یعنی که حکومت بعدی میاد و شما رو همتون میبرد زندان. این دیگه وقت نشان میده، مثل امروخان ظریفی هم میشه، اونم در خدمت رحمانوف بود. فکر نکنید که شما امروز در خدمت خانواده امالی رحمان هستید شما فردا زندانی نمیشید یا که محکوم نمیشوید. این است من با این سخن ها میخواستم که برنامه رو خاتمه برسونیم، چون برای بیننده هایم خسته میشود. برنامه رو من به خاتمه برسونم یا شما رو خسته کردم؟ نه من خسته نیستم، من فقط به خاطر بیننده هاتون. این صحبت ها شمعه از صحبت های ما بود درباره جنایتکاری همین الیت حکمرانی تاجیکستان. یک دو سه جنایت های آنها در مدت قریب 1 ساعت تقریبا 50 دقیقه گفته شد. 1 2 3 اگر درباره جنایتکاری ها حالا به مقامات های قدرتی ما آماده نرسیدیم، در همین ساحه تندرستی و یک چند جنایت ها اکتفا شد. برای همین دوستان عزیز، اگر ما به امید این باشیم که جنایتکاران میبیایند برای ما یک کشور دموکراتی میسازند، یک کشور حقوق بنیاد میسازند، از جنایتکاری کشور را پاک میسازند و ما بدون وحشت و دهشت در یک کشور حقوق بنیاد دموکراتی زندگی میکنیم، این امید را باید از سر گرفت. باید فردای تاجیکستان را ما با دستان خودمان بسازیم.
برای با دستان خودمون ساختن باید چیکار کنیم؟ باید پیش از همه پیش راهی جنایتکاری رو در همون سطح بلند بگیریم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه روزنه فکر که با فرهاد اردینیف گذراندیم. همین طور در برنامه‌های دیگر نیز ما همین گونه فکر و اندیشه های دوستان، فکر و اندیشه های نفرانی که خیلی فعال هستند در جامعه شهروندی تاجیکستان میپرسیم و پیشکش شما میگردانیم. یک شما رو به الله پاک میسپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلامت باشید.